عرضه که زمان رضا شاه زوری بود بچه ها برم درس بخونم. من قرآن خوندم یک کم که با قلم راشم کلاس اول نخوندم. اول رفتم کلاس دوم. کلاس دوم رو تموم کردم. کلاس سوم امتحان شد اول شدم دیگه نرفتم. یک قدر مدرسه کردم، یک قدر خوندم. شما آقا چند ساله ده؟ حالا 8 سال. حالا یکی شما از 6 تا 9 یادگار هرچیش میخواد بگید من با انگوش یاد میگم. ازش بپرسه. یعنی چی آقا؟ هفت و هشت. هفت از 10 8 از 2 چند تا باسی ده؟ 5 اینا که باسی یکی بیاد 50 تا. اینا که خوابیده ضربه همون 2 3 تا 6 تا 7 8 تا 5 تا. دهش دی. چی شد آقا؟ چی شد آقا؟ یکی بیاد 8 4. 4 نمیشه. راست میگی. راست میگی. 6 کمتر دل نخون نداره. 8 9. 8 9 8 از 2 9 از 1 چند تا باسی ده؟ 7 ضرب در 10 70. 70 1 2 2 72 تا. 1 2 تا 2 تا. آخه 8 تا 8 تا الان 8 تا 9 8 تا 72 تا. وایسا. نه نه محاسبش 8 تا 8 8. 8 از 2 8 از 2 چند تا باسی ده؟ 6 تا. این 60 تا 2 تا 4 2 تا 4. دست 4. مثلا 7 7 پرسیدیم. 7 تا بله. گفتم خودم 7 از 3 8 از 2 چند تا باسی ده؟ 5 ضرب در 10 50 تا. 2 تا تا 6 تا. 56. درسته. این صف چیه؟ جالبه. خود یادداشت داشته. سن هاید معلم یادم داد. سال اول سال 1318 یادش بیشتر میگه یادش نه معلمش. از 9 بیشتر نخون نداریم. درسته. تا 6 تا نخون کمتر نداریم. متوجه شدی؟ 9 تا ازش 9 از 1 یک. 9 از 1 چند تا باسی ده؟ 4 4 8 8 ضرب در 10 80. 8 تا 1 تا 80 دیگه. جنبه زده دست به چه خودشون نمیفهمن تقلبی دست به چه درست خدا بله